این حال با نظر و داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از رفتار مقامات در کارزاری پیش از انتخاباتی به دادستانی شکایت خواهد برد. او در این باره در ملاقات با طرفدارانش در شهر خوجند سخن گفت و افزود: گونه یک معرکه‌ای که با اینقدر قانون شکنی برپا شد تاریخ ندیده است. با این حال با نظر و حقوقدان شناخته را حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات احزاب مخالف دولت نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری کردند، اما کمیسیون انتخاباتی گفت به دلیل تأخیر در پیشنهاد سندها او را به انتخابات روز 6 نوامبر راه نمی‌دهد. صاحبکار شناخته تاجیک و وکیلان دفاعی او امروز به نشان اعتراض در محاکمه دادگاهی شرکت نکردند. زید سعیدوف هفته گذشته گفت محاکمه‌اش ناعادلانه است و شرکت در آن معنی ندارد. وکیلانش میگویند دادرسان درخواست‌های پیوسته برای ثابت نمودن بیگناهی زید سعیدوف را به اینابت نمیگیرند که او را به رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس و جنایت‌های سنگین دیگر متهم می‌کنند. خودش میگوید که بیگناه است و مقامات می‌خواهند او را برای از مشروعیت تأسیس دادن حزب تاجیکستان نو به زندان اندازند. پدر یک متهم به تروریسم در تاجیکستان میگوید باور ندارد که فرزندش میخواست در دوشنبه عملهای تروریستی انجام دهد. بوی میرزا مخانوف ساکن ناحیه رودکی بعد ملاقات با پسرش علی مراد بر رادیوی آزادی گفت: گفتم سرگردان میشه. گفتم گریه کردم. گفتم بچه‌م من سرگردان نمیشم. برای فرزند ما همه وقت ما تو عمر خوران انشالله ما خدمت میکنم. بچه‌م گفتم من برای چی فرزندم اگر بچه‌م همین کاری که کردگی باشه بچه‌م گفتم من چی بگم؟ آتا گفت نه من نکردم. مفتشان میگویند علی مراد مخانوف عضو حرکت اسلامی ازبکستان با دیگر شریکان افراطگرایش میخواستند در آستانه انتخابات وزارت امور داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان را بی‌طرح کنند. سفیر پاکستان در دوشنبه میگوید کشورش طرفدار حل صلح‌آمیز مناقشه کشمیر است که هند و پاکستان بر سر آن دعوا دارند. امجد حسین سیال در همایش با حضور زیاییان و خبرنگاران تاجیک گفت سرنوشت این ولایت را باید خود مردم کشمیر حل کنند. ولایت کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است و دو کشور دو بار بر سر این ولایت جنگیدند. در شهر دوشنبه همایش درباره نقش زبان روسی در مکالمه روسیه و کشورهای فارسی زبان به پایان رسید. در همایش زبانشناسان و دیپلمات‌های تاجیکستان و ایران، افغانستان و روسیه دایر به بلند برداشتن مقام زبان و فرهنگ روس در کشورهای فارسی زبان صحبت کردند. Ни для кого не секрет, что значительный корпус учителей и преподавателей русского языка в наших странах нуждаются в курсах повышения квалификации, в тренировках, которые они могли бы проходить на регулярной основе в ведущих российских вузах. با استثنای تاجیکستان زبان روسی در کشورهای دیگری فارسی زبان رواج ندارد. گزارش کامل را در این باره در تارنامه رادیو آزادی هم میابید در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یا یوتیوب و هم زمینه تلفنی رادیو آزادی.